دوستان اینم بوته لیموه که برای دمنوش و یک آرامبخش بسیار قویه و معروف هست به چای جادویی. اینو معمولا زیاد آب میخواد، بسی بهش آب بدی هر چند وقت، یعنی هر درست زمین بسی بهش آب بدی. حالا تو گلدون تو زمین باشه میتونه فاصله زیادتری بهش آب بدی. اینو در 3 دوره من برداشت میکنم. دوره اول اینه که در واقع میشه 15 خرداد، بعد 15 تیرچی، 15 مرداد، دوباره شهریور چی 15 مهر. 3 مرحله من اینو برداشت میکنم و خشک میکنم تا سال بعد برای چای اینا استفاده میکنم. داخل چای میریزم و طعم و بوی بسیار معطری داره. در نشان کردنم جای شما همه عزیزان خالی. اینم درخت بادمجان هست، اینم یه دونم اینجا داده، اینم گل بادمجان هست. اینم درخت ما میگیم هلبلوی محلی، بعضی خب هلبلوی مجاری هم دارن. این امسال کاشتم به این بلندی شد. کاشتم اینم پاجوش گرفتم مثل یکی.